بعضی قهرمان‌ها فقط با مدال‌هایشان ماندگار نمی‌شوند. بعضی‌ها پهلوانی رو بیرون از تشک هم ادامه می‌دهند. رسول خادم قهرمان بزرگ کشتی ایران در مشهد متولد شد و از 8 سالگی زیر نظر پدرش محمد خادم کشتی رو شروع کرد. مسیرش پر از مبارزه با بزرگان کشتی جهان بود، اما یکی از مهمترین رقبای دورانش ماخاربک خادارتسف روس بود، قهرمانی که سالها در بالاترین سطح کشتی جهان حضور داشت. خادم در سالهای 1994 و 1995 دو بار قهرمان جهان شد و هر دو بار در فینال خادارتسف رو شکست داد. اما بزرگترین لحظه زندگی ورزشیش در المپیک آتلانتا رقم خورد، جایی که دوباره مقابل خادارتسف قرار گرفت و با شکست او طلای المپیک رو به دست آورد. رسول خادم پیش از آن هم در المپیک بارسلون 1992 به مدال برنز رسیده بود و در سال 1998 نیز نقره جهان را به دست آورد. اما داستان رسول خادم با مدال‌ها تمام نشد. سالها بعد خدایا، مردم ما گرفتار در سنگ بی‌پناه، هر کسی در هر لباسی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر نقطه‌ای از کره زمین، در هر نقطه‌ای از کره زمین حق این مردم می‌خوره، به این مردم ظلم می‌کنه. خدایا، روسیاهی و ذلتشون رو به همه مردم دنیا، این دنیا و اون دنیا نشان بده.